سلام دوستان، اومدیم توکیو، بزرگترین شهر جهان و شهری که میشه گفت به نوعی توی دنیای دیگه داره زندگی میکنه. تمیزی و نظم توی این شهر موج میزنه، طوری که انگار دارن هر روز این شهر رو میشورن. 14 میلیون نفر جمعیتش، مثل استانبول، مثل بمبئی، حتی بیشتر از تهران. ولی اون شلوغی و ازدحام و سر و صدای اون شهرها اینجا اصلا دیده نمیشه. ذره آشغال و کثیفی توی پیاده‌روهاشون نیست. ساعت به ساعت همه جا رو تمیز میکنن. تنها چیزی که رو زمین این شکوفه‌های معروف ژاپنی و برگاست. ببینید سیستم حمل و نقل بسیار پیچیده ولی دقیقی دارن. یعنی قطاراشون سر دقیقه راه میفته، همه چی مقرراتی، همه چی با اصول و منضبط. واقعا رانندگی توی خیابونای توکیو لذت بخشه. به کیفیت بالای جاده ها دقت کنید، خطکشی های دقیق و میلیمتری و تازه، و ببینید چقدر مدیریت علمی و کارآمدی دارن که به پرجمعیت ترین شهر دنیا اینجوری نظم و انضباط بخشید.